دسته استقلال دوشنبه طبق قرعه کشی لیگ قهرمان‌های IFC که امروز 24 آگوست در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور مالایزیا دایر گردید، در یک گروه با باشگاه نصر کریستیانو رونالدو بازی می‌کند. به اطلاع سامانه رسمی باشگاه فوتبال استقلال، قهرمان تاجیکستان در گروهی با دسته‌های پرسپولیس ایران، دوحیل قطر و نصر عربستان سعودی رقابت خواهد کرد. ضمناً در هیئت باشگاه نصر کاپیتان منتخب پرتغال کریستیانو رونالدو هنرنمایی می‌کند. استقلال بازی نخستینش را در مرحله گروه لیگ قهرمان‌های IFC 2023-2024 مقابل دوحیل قطر انجام می‌دهد. این بازی 18 سپتامبر امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می‌شود. باید گفت از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های IFC 2023-2024 غالبان 5 گروه در یک منطقه، اینچنین 3 دسته نشان دهنده‌هایشان خوبتر جایهای دومی گروه‌ها در یک منطقه، در مجموع 16 دسته به 8 فینال راه پیدا می‌کنند.